در تازه ترین تلاش حکومت سرپرست افغانستان برای ارتباط با دیگر کشورهای دنیا، چین اعتبارنامه سفیر طالبان را پذیرفت. پیش از این سفیر چین نیز اعتبارنامه خود را به رئیس الوزرای کابینه سرپرست افغانستان تحویل داده بود. همزمان در همسایگی چین در هند، دیپلمات‌های دولت ساقط شده افغانستان سفارت این کشور را در دهلی نو تعطیل و ترک کردند. اما این سفارتخانه توسط شماری از دیپلمات‌های حامی طالبان از جمله کنسول‌های افغانستان در بمبئی و حیدرآباد هند بازگشایی شد. سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی‌شود و از ما خواهش کردم که در پهلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید. همزمان در کابل معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفته این کشور خواهان حضور افغانستان در نشست‌های جهانی است. طالبان همکنون میگویند با 20 سفارتخانه افغانستان در آسیا و اروپا ارتباط دارند و یا دیپلمات به این سفارتخانه‌ها اعزام کردند. اما تاکنون پس از گذشت حدود 2 سال و 4 ماه از حاکمیت آنها، دولتی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و در نشست‌های مهم بین‌المللی از جمله سازمان ملل صندلی افغانستان خالی است. یقینا در طولانی مدت وضعیت کنونی مشکلات زیاد را برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. رسمیت شناختن مسیر کمک‌های بیشتر را و مسیر انعقاد قراردادهای بیشتر را و مسیر مبادلات علمی، اقتصادی و فنی و خیلی مسائل دیگر را باز خواهد کرد. دنیا برای اینکه افغانستان در مجامع بین‌المللی حضور یابد پیش شرط‌هایی دارد که تشکیل حکومت فراگیر و حقوق زنان و دختران افغانستان از جمله آنهاست. حکومت افغانستان تاکنون درباره این موارد انعطافی از خود نشان نداده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.